آیت‌های قبلی الله متعال ترغیب داد به صبر و تقوا. جنگ بدر و احد یاد کرد، تفصیلی جنگ احد یاد میکند، ولی جنگ بدر در ضمنش بیان کرد، چون که در جنگ احد مسلمان ها سخت ضربه دیدن، تکلیف دیدن، مصیبت ها آمد. الله میگه که در این جنگ براتون مصیبت آمد، ما در دیگه جنگ بدر شما را نصرت کردیم. و نصرت به تعداد عدد نیست که شما زیاد باشین، نصرت از جانب الله است. ایمان و تقوا میخواهد، تقوا داشته باشین و با هر حکم الله عمل بکنین، الله نصرت میکند. در اینجا الله تنبیه میده مؤمنین را که الله شما را مدد کرد در جنگ بدر. حال میگه اگر میخواین که مدد الله ادامه پیدا کند، پس از حرام، سود است، نافرمانی الله اجتناب کنین و به تیزی نیکی ها را انجام بتین، اعمال خیر انجام بتین، نیکی ها و اعمال خیر به سرعت انجام بتین. و دیگه این که تقوا، مسارعه در تقوا، هر حکم الله را بسیار به سرعت انجام بتین. دیگه بعد از این الله غزوه و جنگ احد و آنچه که بر مسلمان ها رسیده، شکست، نصرت، این را بیان میکند. و این که امتحان یک سنت زندگی است که برای مجاهدین مؤمنین میآید، تکلیف میآید، حتمی است، قانون الله است که تکلیف میاره. قتل انبیا جایز نیست که ضعف در دل مؤمنین داخل شود. اگر نبی میمره نباید مجاهدین فرار کنند، یا اگر قماندانشان، رهبرشان، کلانشان، بزرگشان شهید میشه در جنگ، نباید افرادش فرار کنند. این سبب نشه که فلانی شهید شد ما میگریزیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین خبردار، لا تاکلوا الربا، نخورین سود را. سود نهی است در اینجا، الله منع میکنه. از چی؟ از معامله سود و توبیخ است که در جاهلیت ابن کثیر میگه که کانوا فی الجاهلیت، در جاهلیت بود اذا حل اجل الدین، وقتی که پورا میشد وقت قرض، یا کسی به کسی قرض میداد پیسه، وقتی قرض پورا میشد با داین میگفت اما ان تقضی و اما ان تربا، یا میتی پیسه ما یا که زیاد کو، یعنی سود بده. یک ماه گرفتی یک لگه، حال زیاد شد یا یک لگو ده بده در دیگه ماه، این تو زیاد میکن. اگر میداد خوب، اگر نی باز زیادش میکرد در مدت و در قدر. وقتش زیاد میکنی پیسه بده. یک لگ برات دادیم برای یک ماه پورا شد پیسه رو ندادی، بعد دیگه ماه یک لگو ده بده، بعد دیگه ماه یک لگو 15 می تو زیاد کرده میرفت. این عادتشان بود. حتی کم پیسه قضیات میشد که 50,000 مثلا با 5 لک میرسید. الله در اینجا منع میکنه که کار نکنین. ای مؤمنین لا تاکلوا الربا، نخورین سودا. اصل منفعت است، ولی هدف که است، هدف در اینجا خوردن است. یعنی یک سود میخوره، سود میگیره، هدفش شکم است. نخورین سودا. اضعافا مضاعفه، اضعافا یعنی چند، مضاعفه بسیار زیاد، چندین چند. ما گفتیم که ما با ما سود چی میکرد؟ زیاد کردن میره. این فرهنگ از اون اصل از الله با فرهنگشان رد میکنه. هدف در اینجا این نیست که یعنی زیاد نخورین کم بخورین. یکم تا میگه اینجا گفته که اضافه مضاعفه زیاد نخورین، اما هرچی کم باشه میگه 1,05,000 فیصدی خیره، زیاد نباشه 10%، 20%، 30%، 40%، اینطور میگه. نه، در اینجا اضعاف قید هم نیست، شرط هم نیست، به خاطر بیان حالت است که مردم در جاهلیت بود، بینمی قانون در جاهلیت هم اینطور بودن و الله اینجا تقبیح میکنه اینا را که معاملهشان ظلم بسیار آشکارا است، زیرا سود میگیرن زیاد کرده میرن. ابو حیان میگه از حالت بد اینا منع شدن، به یک کم پیسه بسیار زیاد میکردن، سال به سالی را زیاد میکردن. سود در هر حالتش حرام است، زیاد باشه کم باشه، هر قدر که باشد حرام است. لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفه واتقوا الله، بترسین از الله. چی معنی از عذاب الله؟ چی بترک ما نهی عنه، آنچه که منع شده این سود
اگر نه عذاب میرسه. از عذاب الله بترسین، سود نخورین. لعلکم تفلحون، تا اینکه کامیاب شوین. یعنی میخواین کامیاب دنیا، سعادت دنیا و آخرت نصیبتان شود، باید سود اله بتین. واتقوا النار التي اعدت للكافرین. خود را نگاه کنین از آتش. چه قسم نگاه میشه از آتش؟ این که از حرام اجتناب کنین، سود نخورین، دیگه حکم الله را فرایض انجام بتین، فرض و حکم قاطع الله را انجام ندین، با آتش میرسی. وقایه از آتش توسط اطاعت از امر و نهی الله است، از فرمان الله. فرمان الله اطاعت کردی نجات میافید، غیر از اون نه. بترسین از آتشی که تیار شده برای کافرها. چی معنی؟ یعنی اصل جهنم برای مؤمن نیست. از اعدت فهمیده میشه این لفظ ماضی از سابق تیار شده، یعنی فعلا جهنم وجود داره. این دلیلش اینه میآید و دیگه آیت هم است. آتشی که تیار شده برای کافرها، یعنی سود خطرناک است. سود انسان با آتش میکشانه. حال سعی کنید دنیا کل بانک‌ها سودی است. چیزی که سود خوری است، نه؟ کار سودی و کاروبار سودی. الله نجات بده. و اطیعوا الله و الرسول، اطاعت کنین از الله و رسولش. اطاعت از الله و رسول پیامبرش بکنین. اطاعت از الله یعنی از کتاب دستورات الله، رسول پیامبر سنت رسول الله سلام، از اطاعت کنین. غیر از الله و رسول یعنی دیگه کس نه. حکم الله و رسول عملی کنین. دیگه کسا هم گپش قبول میشه، ولی شرطش چی است؟ که مطابق حکم الله و رسول باشه. این اگه نبود نه دیگه. لعلکم ترحمون، تا اینکه رحم شود با بالای شما، تا اینکه از جمله نیکوکارا شوین. میخواین رحمت الله براتون برسه، از آتش نجات بیافین. یعنی راه نجات از آتش چیست؟ اطیعوا الله و الرسول، اطاعت از الله، غیر از اون نیست. این را باید مومن اولی گپا بفهمه، ولی نمیفهمه این مردم، هر قدر بگویید. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. وسارعوا بتیزی انجام بتین. وسارعوا بدوین الى مغفرة، باسباب و اعمال بخشش، من ربکم جانب ربتان، و جنة بدوین به طرف جنت، عرضها السماوات والارض که بر از آسمان و زمین است، و عدت للمتقین آماده شده برای متقیا. در اینجا الله ای را بیان میکنه که مؤمنین باید در اعمال خیر چی بکنن؟ سرعت بکنن، به تیزی انجام بدن. سرعت. بسیار آیت ها است که در اعمال خیر میگه سرعت بکنین. مثلا یکی آیت از دیگه در سورة حدید میاد که وسابقوا الى مغفرة من ربکم، سبقت کنین. سورة حدید فاستبقوا الخیرات، سبقت کنین به نیکی. سورة چی تیر شد؟ نه بقره. فاسعوا الى ذکر الله، بدوین به ذکر الله، عبادت الله. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، دری باید شوق بکند در این عمل کسایی که شوق کننده هستند، یعنی بسیار با رغبت و شوق احکام اسلام انجام بدین، با رغبت، با محبت، با شوق. در کار دنیا الله میگه بدوین به سرعت، نمانین. در کار آخرت، ثوابی که با آخرت زندگی بعدی تان ارتباط داره، بسیار به سرعت انجام بدین، نمانین که از پیشتان بره. اما در کار دنیا میگه فمشو فی مناکبها، والذی جعل لكم الارض ذلولا، الله زمین بر شما تابع کرده. فمشو فی من، برین در اطرافش، و کلوا من رزقه، کاروبار کنید. مشی آیسته آیسته رفتن میگه. کار آخرت سابقو، بدوید، سارعوا به سرعت، فاستبقوا الخیرات، اینطور میگه. اینا ببین که ما و شما چی میکنیم؟ در کار دنیا بسیار سرعت است و سبقت است، نه؟ در کار آخرت، زندگی آخرت هیچ پیادم نمیریم، قراق هواست. سارعوا، سرعت یعنی مبادرت کنین، تیزی کنین. الی مغفرة من ربکم، بچی با بخشش. من ربکم، ما جانب ربتان. بخشش چی است؟ مغفرت. اول تا که انسان بخشیده نشه جنت نمیره، این حکم الله. اول باید از گناه پاک شویم. مغفرت یعنی ما
اعمال اسبابی که انسان به بخشش میکشاند، به مغفرت میکشاند و چیز اطاعت الله، فرایض احکامش، دستورات الله را عملی کنین، امتثال از اوامرش کنین، اینیست از گناه ها اجتناب کنین. اسباب مغفرت بخشش اینمی اعمال است. علم یاد گرفتن، قرآن یاد گرفتن، دعوت، نماز، اسلام تطبیق کردن، اینی اسباب مغفرت. این کارا را نکنی، مردم افغانستان گناه کرده رئیس میگه خدا ببخش. این مردم دشمن الله هستند، همین جاهلایش. خب آدمای خوبش نه، جاهلش، اکثرش جاهل نافهم. وسوسه شیطان است. گناه کرده میره میگه ببخش، هیچ عمل نی. و جنت ارض السماوات والارض، دیگه سرعت بکنین، یکی بخشش از جانب ربتان و دیگه جنت. جنت عرضها السماوات، واسع، ایتو فراخ است. عرضها السماوات که برش آسمان ها است، برش و زمین است. عرضها که عرض السماء والارض، صورت حدید الله میگه برش مثل آسمان ها و زمین است. آسمان ها را هموار کنی به امرای زمین و برش تشکیل میده، یعنی بسیار وسیع است. اینال طول ازیر الله میفهمد. عبدالله ابن عباس میگه 7 آسمان هموار کو، چیزی که سیارات کهکشان است، این مخلوق به میلیون ها اندازه سیاره زمین ما شما در آسمان دیگه است. کلی را هموار کو، این بر جنت است. برش طول ازیر الله میفهم. طولش مثل که اینی برش است، درازی شد الله میفهم. حد از اون معلوم نیست. درازی جنت. به می خاطر در حدیث میگه برای یک جنتی چی داده میشه؟ به اندازه چقدر؟ یک دنیا، یعنی دنیای ما و شما، به اندازه دنیای ما و شما برای یک جنتی داده میشه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و میگه هرقل دعوت داد که بیا ایمان بیار، باز الله میبره تو را در جنتی که عرضش آسمان ها و زمین است. هرقل نوشته کرد به رسول الله صلی الله علیه و انک دعوتنی الی جنت، تو مرا دعوت دادی به جنت عرضها عرض السماوات والارض، برش آسمان ها و زمین است. فاین النار، آتش خیلی کجا؟ جنت که کلان است. فقال علیه السلام سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و گفت سبحان الله، الله پاک است، یعنی الله عظیم ذات است. الله را کوچک فکر کردی. این اللیل اذا جاء النهار، روز که بیا شب کجا میره؟ شب که بیا روز چی میشه؟ گفت تو قدرت الله را تو نشناختی. میگی که جنت قیقلون است، خیلی آتش در کجاست. واقعا حالی که آدم میبینه این سیارات و کهکشان و میلیون ها سیاره میگرده، نه؟ در کائن آسمان ها تعجب میکنی. یک سیارهش ما پیش کشف کردن 7 قدر زمین است. یک قدر دور بود، اول دیده نشده بود. عدستی که دور بود یا دبالالی که رفتن اسای مریخ رو دیدن که تو یک سیاره، این تو یعنی به اندازه 7 قدر زمین ما، دنیای ما دیده نشده. او اگه عالم می بود میفهمید که والله چقدر عظیم ذات است. حالا خب بچشم دیده میشه مخلوقاتش. به می خاطر مسابق میگفتم که یک انسان این چقدر جنت کلان است، نه؟ به میلیون ها مسلمان در جنت میره، اما آخری انسان در حدیث میآید فکر میکنه که در جنت جای نیست، اما زماتش میبره در یک حوض حیات میپرتش، زغال گشتگیست، پس تر و تازه میشه. باز میگه که یا الله، میگه چی میخوایی؟ میگه امی فقط از امی یک کمک که جای بندازی، جای نماز جای باشه برای من. الله میگه برو، میگه به اندازه دنیا برای تو ما جای داده، یک دنیا آخری جان. این یک دفعه دوار خطایی میگه که یا الله، میگه تو من سر ما مسخره میزنی، میگه ریشخند میزنی، مرا میگی به اندازه کی جای مانده. الله میگه تو مرا نمیشناسی، قدرت ما و مخلوقات. الله اکبر. این تو ذات ما و شما میمانیم، نه؟ باید به سرعت این میالی اینمی درس، نه؟ به سرعت باید، سرعتی است که 8 بجه اینجا باشیم. خب نمانین که یک آیت از پیشتان بره. ما شما مقصد یک ثوابشه،
یک آیت کسی در مسجد یاد کنه رسول الله هم گفت چندین شتر کده ثوابش بالا، چندین شتر کده. قلن خوب اگه عالم، اگه نه علم هم خود نداریم ما شما، اگه عالم هستی خوب بیا ثواب خوب بگینی، ثواب نمیگیره. گفت یکی تا ناجز است که برود از اونجا چند شتر بیاره بدون کدام گناه نه. کلش گفت کل ما میخوایم. گفت که آیا عاجز هستین در مسجد برین یک آیت علم یاد بگیرین معنیش، یک آیت قرآن هر کدام میشه چند شتر کده ثوابش بالا، یک آیت. حالی جسه که قرآن این سلفی های ما دیگر اخبانه چقدر سلفی داریم؟ 2-3 هزار نفر خواهد خواه هستن قرار در خانه، هر کس در خانهش چند جوان خواب است، فامیلایشان رو ببینید، دیگه شان رو ببینید. خب ما و شما باید عمل کنیم. خب ما و شما هر کس خودش باید هیچ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ایمان ما باید نیست، خب ضعیف. اگر این بان باشه اینو میالی یک کسی را یک وظیفه بیتی برش 5000 دیگه جای 10 باشه و علیک میدوانی، دیگه جای کم وقت باشه 15000 میدوانی نمیمان، 30000 باشه اعلام میتا، 40000 دیگه جای باشه اعلام میتا، به طراق استاد میشه. شاوکاری امیال مردم میکنه. دکترایی که پشت پیسه میده گفته خودشان میشه شب 4 ساعت خواب داره، دیگه کلش در عملیات در این کارا و کلش به خاطر پیسه 4 ساعت خواب میکنه، دیگه کلش به خاطر دنیاست کلن. اگر این در شروع شد تماما دکترها باید می آمدن، نه وظایف خدا را ترک میکنن. خب برسه مایلا بتیده. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، که برش آسمان‌ها و زمین است تیار شده است برای متقیا. این جنت برای کی تیار شده؟ برای متقی. متقی هر آدم الهی دشمن الله و گناهگار نه، متقی. الله جنت برای کی تیار کرده؟ متقی. جهنم اعدت للکافرین و یا مؤمنی که فاسق باشه. این برای متقیا است. متقیا کیست؟ بعض صفاتشون الله بیان میکنه. اول خو عقیدهشون توحید است، نه متقی که از شرک دور شده. دوم الذين ينفقون في السراء والضراء، کسایی که مصرف میکنن مالای خودان را، انفاق مال مصرف میکنن. فی السراء یعنی در خوشحالی ها، و الضراء در غم، در مریضی، در خوشحالی و در غم. فی السراء در سرمایه‌داری، و الضراء در فقر، حالت فقر هم مصرف میکنن. حالت آسانی، حالت سختی، یکم تا میگه سر سختی بیا با صدقات خدا بند میکنه، نه هر سختی هم آمد مال مصرف میکنه. مال مصرف کردن در افغانستان نیست متاسفانه نسبت به دیگه مسلمان های دنیا. اینجا هیچ مفت کارا را میکنن، مال نمیکنن. میکشیم میزنیم، میگیم 500 روپا پرتو در سالی 500 روپا نمیپرد. در یک میمانی ببینی 10,000 آماده میکنن، نه 10,000 پرتو 500 روپا در راه الله نمیپرد. مالت مصرف کو. خوشحالی آمد، غم آمد، مریضی است، تکلیف است، شدت است، هر چی که است. والکاظمین الغیظ، و دیگه قهر و غضب خودان را تیر میکنن. کاظم ای که دان مشک میگه که سرش بسته میکنی از او پر میباشه، همین تو کاظم قهر میگه. غیظ قهری که انسان میپندانه، کاظم بندش میکنه. یمسکون غیظهم مع قدرتهم علی الانتقام. خب توانایی انتقام داره که از مؤمن انتقام بگیره ولی نمیگیره. به خاطر الله از مسلمان انتقام نگی، برای تکلیف رسان. بسیار درجه داره. و رسول الله صلی میگه که پهلوان کسی که در حالت غضب خود کنترل کنه. اگر یک کسی زورش نمیرسه میگه برو بخشیده ما تو چیزی نیست، خب زورت برسه و انتقام نگیری. یعنی مسلمان باید یک دیگه خدا بسیار قهر نشه. والعافین عن الناس، عفو میکنه از مردم. کسی که با اینا بد میکنه، ظلم میکنه، یا عفو میکنه. در حدیث میگه و احسن الی من اساء الیک،
نیکی بکو با کسی که با تو بدی میکنه. نیکی کن کسی که با تو بدی کرده. کسی در خانه نامد برو، کسی برای تیچ کمک نکرد بکو، سلام نداد سلام بته. اینطور عفو بکو کسایی که بد میکنه به امرای. حال ما شما میگیم نه چی کرده با ما چی کرده که ما بایی بکنیم؟ نه تا که کسی با ما چیز نکنه ما نمیکنیم. مردم افغانستان خیلی نمیست 10 دفعه در خانیم نبیه 1 دفعه در خانهش نمیرم. من قبی غیرت نیستم میگم. من چاپلوس نیستم. چاپلوسی نیست و جاهل بدبخت. یه اخلاق اسلامی است. در این وقت اخلاق اسلامی را چاپلوسی میگه نمیگه. عفو میکنه. توانایی داری عفو بکو. والله یحب المحسنین. الله دوست داره نیکوکارا را، کسایی که متصف به می صفات است. محسن چی؟ محسنین که در عقیدهشان اخلاص است، عقیدهشان توحید است. اینی را متقی میگه. پس متقی. والذین اذا فعلوا فاحشة، کسایی که انجام میتن فاحشه را یعنی مرتکب میشن. فاحشه ذنبا قبیح، گناه بسیار بد، کل کبائر، مثل گناه بزرگ. او ظلموا انفسهم، یا ظلم میکنن به نفسای خودان. ذکر الله را یاد میکنن. فاستغفروا لذنوبهم، طلب بخشش میخواند برای گناه خودان. و من یغفر الذنوب الا الله، کیست که میبخشه گناه را بغیر از الله؟ یعنی هیچ کسی نیست. ولم یصروا، اصرار نمیکنن، دوام نمیتن به گناه خودان. علی ما فعلوا، با گناه کردن. و هم یعلمون، در حالی که میفهمند که گناه است. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، اینمی کسا جزایشان بخشش است از جانب ربشان. و جنات، باغها است، تجری که روان می باشد، من تحت الانهار، از زیر باغها نهرها جویها، خالدین فیها، همیشه می باشند در جنات. و نعم اجر العاملین، بسیار زیبا ثواب مزد عاملین، عمل کننده کسایی که عمل میکنند. جنت ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. عمل است. عمل نبود میگه چی میگه؟ خدا ببخشه دیگه، ما بنده ضعیفش هستیم، هیچ کاری کردن نمیتونیم، نکردیم کاری، اما تو میخوایم مفت و جفت ببخشه. تو الله چقدر سر این گپا قهر میشن. این وسوسه شیطان است. گناه کردن میره پس میگه ببخش، توبه هم نمیکن. توبه. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، چی فرق داره؟ عبدالله ابن عباس میگه الفاحشه زنا. فاحشه زنا کردن با یک زنی که نکاح نکردی زنا میکنی، به رضایت باشه. و ظلم النفس چی؟ ظلم انفسهم ما دونه، پایینتر از زنا. من النظر واللمس، دست میزنه در جان بدن نامحرم، یا نظر میکنه، نظر شهوت آمیز که باز لذت میگیره. اینی را ظلمو میگن، یعنی گناه صغیره. فاحشه گناه کبیره، گناه کلان. تقیا کسایی هستند وقتی که انجام میتن چی را؟ فاحشتن، فاحشه را. فاحشه یعنی کار فحشا، زنا میکنن. باز چی میکنن که زنا کردن؟ او ظلموا انفسهم، یا ظلم کردن، دیدن چیزای بد و در جان نامحرم دست زدن و غیر از زنا دیگه کارا را کردن. ذکر الله را یاد میکنن. الله را یاد میکنن یعنی عظمت الله را، عذاب الله را. کسایی که بر نافرمان است عذابش یاد میکنن. در از گناه دور میشن و توبه میکنن، با الله رجوع میکنن. ذکر الله، توبه میکنن، عذاب الله را یاد میکنن، میترسن. فاستغفروا لذنوبهم، و بخشش طلب میکنن از برای گناه خودان، از الله مغفرت میخوان. یا الله مرا ببخش، اللهم اغفر لی ذنوبی کله دقه و جله اوله و آخره و علانیته و سره. این دعا را میکنن، توبه میکنن. و من یغفر الذنوب الا الله، و عقیدهشون چیست که و من یغفر الذنوب، من استفهام به معنای نفی است، یعنی میگن که نمیبخشه گناه را الا الله، مگر الله. عقیده چیست که غیر از الله دیگه کسی گناه را نمیبخشه. یا الله گناه را تو میبخشی. مثل که رسول الله سلام دعا را برای ابوبکر یاد داد، گفت چی بگویم؟ بگو که اللهم رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، نمیبخشه گناه را مگر تو.
فاغفر لی مغفرة من عندك، ببخشش از جانب خودت، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، تو بخشاینده و مهربان هستی. ولم یصروا علی ما فعلوا، دیگه صفتشون نیست اصرار نمیکنن، یعنی اقامت به گناه نمیکنن، دائم نمیتن انجام. و هم یعلمون، در حالی که میدانن کی گناه است، بلکه قباحتش میفهمن. اصرار چی؟ توبه میکنن، به گناه ادامه نمیتن. اینی متقی است. پس متقی کی است؟ مال خود در راه دین الله در خوشحالی و غم سخت و همه مصرف کن. دیگه کاظمین الغیظ، قهر و غضب از مؤمنین تیر میکنه. انتقام نگی، قهر که شدی. رسول الله میگه قهر که انسان شد باید بشینه یا بره یا وضو کنه، حالت تغییر بده. عافین عن العفو بکن مسلمانا را، یعنی اخلاق بسیار زیباست. قهر خود انسان کنترل کنه، عفو بکند، نه بخشش بکنه، بسیار. والله یحب المحسنین. علی بن حسین فرزند حسین یک کنیز داشت، غلام داشت، واقعش مفسرین بیان کردن. بسیار اخلاق عالی داشت. این برش آب حضور می آورد از بالا، در وقت از اون چیز بود، نه کوزهای گلی، کمی برش میداد، خطا خورد در کلش خورد، سرش پاره کرد. کمی سر مولای خود، ای غلام هم باش، پاره کرد، خون جاری شد. خیست که یک سیلی کشش کنه، قار شد. این آیت برش خان گفت که والکاظمین الغیظ، همی غلام گفت، غلام قفا میده بود. کسای متقی کسی است که قهر خود تیر میکنه. کمی گفت خب اگر قهر شده بود سر خود تاد، دست و پای سست شد. و کمی آیت میشوندن، عمل میکنن. ما شما آیت میشنویم میدویم، نه توبه. صحابه تو صفت خبیث و پلیت نداشت مثل افغانا که میشنوه قرآن به ضدش کار میکنه. دستش سست شد، تو سرش داشت. باز دیگه در دلش خالی یک چیز هست، گفت والعافین عن الناس، عفو میکنه، یعنی از دل خود میخی میکشه. باز گفت برو بخشیدمت. باز آیت خوان که والله یحب المحسنین، حال احسان میکنه، یک چیز به من میته، گفت اینال یک چیز به من بده، سر تا پاره کردیم. باز برش گفت که برو آزادت کردیم، آزاد باشی. آزادی غلام په بسیار پیسه، قیمتش 4-5 لک روپا، مثلا 5 لک روپا قیمت. مثل که یک آدم به امرای سر تا پاره کنه، ببخشیشم یک نان آمک میمانی برش بتی، نه؟ میکنیم این کار. توبه. مردم افغانستان این کار چی میگه؟ دوسی و دلگی نمیگه. دوس دل ما نیستیم، بی غیرت نیستیم، ما چاپلوس نیستیم، نه؟ در حالی که اخلاق اسلام قرآن تو اخلاق بیان میکنه. از عایشه پرسان شد که اخلاق رسول الله چی بود؟ گفت کان خلق و القرآن. قرآن اینی صفت ها. دیگه صفاتشان چیست متقیا؟ یکی خب مال خدا مصرف میکنن در حالت سختی و خوشحالی در راه دین الله. دوم قهر و غضب خدا تیر میکند، سر مسلمان قهر نشو، اگر شد تیرش کن. سوم عفو میکنن مؤمنین را. رسول الله صلی بسیار عفو کننده بود. عفو کنی که الله میبخشید، اگر تو عفو نکنی نه الله چطور تو را عفو کنه. والله دیگه نیکوکار هستن، با اخلاص عمل میکنن. دیگه صفتشان چیست؟ فعلوا فاحشة، یعنی متقی زنا میکنه، تو نیست زنا نکنه، گناه سر میزنه. ولی اگر گناه سر زد باز توبه میکنه. توبه. ظلم میکنه به نفس خود، ظلم، رابطه نامشروع گرفته، نه؟ حتی دخترها، ولی توبه میکنه. ذکر الله، عذاب الله را یاد میکند. فاستغفروا، مغفرت میخواد، توبه میکنه، یقین دار. اصرار به گناه نمیکنه، قصد گناه را نمیکنه، گناه شد توبه میکنه. همین صفت باشه الله میاره متقی گفته. این تو نیست که کسی زنا کرد ما بگم این چی تقوا داره، زنا کرده توبه است. حال توبه کرده، توبه کرد. شیطان ناامیدتان نکنه. ما و شما که گناه میکنیم، افغانا چی میگن؟ ما اینقدر گناه کردیم بیا زوخی این دفعه در جهنم میره. توبه. این هم اغوای شیطان است. شیطان تو را در آتش میکشانه. نه چرا میری؟ توبه بکن، توبه بکن، کل گناهت الله میبخشه. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله
الله میگه بندهایی که اسراف کردن، بسیار از حد تجاوز کردن، ناامید نشین از رحمت الله. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله کل گناه را میبخشه. شرطش توبه مستاد گناه را الا کنی. تا گناه را الا نکنی توبه نیست، اولین شرطشه. و پشیمان شوی بگوی بد کردیم یا الله، اعتراف کنی به گناهت که می گناه کردیم. بعد از او استغفار به زبان بگوی. بعد از او روز عملتا دیگرگون نیک کرده برو، بعد اعمال خوب انجام ده. بس دیگه. چقدر دین اسلام دین آسان است. چقدر جنت حاصل کردن، رضا الله حاصل کردن آسانه، ولی شیطان ما شما را خراب میکنه. اولئک جزاهم مغفرت من ربهم و جنات. نه اینی کسا الله میگه، این کسایی که موصوف به می صفات است، متقی را این یا جزاهم، جزای از اینا، بدلی از اینا، ثواب از اینا چی است؟ مغفرت من ربهم، عفو و بخشش است از او گناه کردن، بخشش از جانب ربشون، کل گناهشون الله میبخشه. چقدر الله مهربان ذات است. توبه بکنید. و جنات، وقتی که اول بخشش است با جنت ها، تا که از گناه پاک نشی جنت نمیری. گناهگار هیچ وقت الله در جنت نمیبره. و جنات دیگه باغ ها است، تجری که روان است از بین درخت ها و نهرها از زیر قصرهایش. باغی که در رویش آب روان باشه بسیار سرسبز. نهرها، یک نهر نه، نهر که است از جوی که در کلان است، از دریا که در کوچک نه، ایره میگه نهر. و این نهر هم آب است که آبای معدنی هیچ به اون نمیرسه، صاف، و هر طرف که میری کتیت او آب میگرده. این تو نیست که یک طرف روان باش تو نبینی، چهار گرد تم تو میگرده که میشینی نهر چرخک میزنه، چهار گرد. واقعا انسان که همیشه آب و تازگی پیشش باشه تازه می باشه آب نه؟ و دیگه چیز نهر شیر است، شیر می تو میره. حال شیر خالص که پیدا میکنیم؟ نهر هم اصل بسیار به سختی پیدا میکنیم. یک میدر از کجا شاد میگیم اصل نه، اونجا نهرش روان است. نهر هم شرابی که بوی هم نداره، گنگس هم نمیکنه، این شرابه حال خلاش بوی است نه، او را که می نوشی دیگه چه یک لذتی دار. در یک حالت میری که در عمر تو حالت ندیدی. نهرش روانه که میخوایی بگیری هم میتونه که دستت چشه. خدمتگارا همی سعی میکنی چند خدمتگار برات پیش کرده، چند تا جوسه، کدامش هم میگی. پیاده هم نه سر تخت ششتگی، تختت هم دور میخوره. ایست او که صفتایش بیان کنم تا بگاه خلاص نمیشه. ایناله ولی این چی است؟ اعدت للمتقین، تقوا. اینی کسایی که همی صفتا را داره. بین ما شما گناه نکنیم، تنبلی نکنیم، غفلت کردیم، توبه کنیم، تصمیم بگیریم. قد خلت من قبلکم سنن، باز الله می فرماید خالدین فیها، همیشه می باشد، هیچ کسی را نمی کشه. اگر چند وقت در نعمتا باشی مثل دنیا آدم جگر خون میشه، میگی مرگ میرم. و نعم اجر العاملین، بسیار زیبا جنت جزا و ثواب عاملین لمن اطاع الله، کسی که اطاعت الله را میکنه عمل میکنه. الله جنگ احد بیان میکنه تفصیلی. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. بدون شک تیر شده پیش از شما طریقه سنن اهل زمانه ها، مردم تیر شدند. فسیروا فی الارض، بروین سفر کنین در زمین. فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینین چگونه شد انجام کسایی که تکذیب کردن، انکار کردن الله را و پیامبرش. هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین. هذا می قرآن یا می واقع احد بیان للناس، بیان است از برای همه انسانیت، و هدى هدایت کامل است، و موعظة للمتقین واعظ و نصیحت است از برای متقیا که از گناه مانعشان می شود. قد خلت من قبلکم، اینجا الله می ترساند کافرها را. ای کافرها پیش از شما دیگه امتا تیر شد، مشرکین مکه را. سنن یعنی سنت الله، طریقه الله در امتای سابقه. و چی بود که هلاکتشان استیصالی، ریشکنشان کرد الله به سبب مخالفتشان با انبیا.
فسیروا فی الارض، اگر شک دارین برین در زمین، فانظروا ببینین کیف کان عاقبت المکذبین، انجام مکذبین ببینین، عذاب هایی که آمدن تا که پند بگیرن، هلاک شدن. آثار هلاکت از اینا قوم عاد و ثمود و شعیب، اینا قوم لوط علیه السلام در خود مکه بود، در خود سرزمین حجاز بود که از اونجا تیر می شدی به طرف سوریه، جایشان است، عالی هم است، اما آثار باستانی خانهایشان فعلا آمد. ویدیوهایشان پر شدگی است که نشان میتن. هذا بیان للناس، امی قرآن که است بیان فی بیان، دهی بیان شافی و کافی است، للناس برای مردم، برای همه بیان است، بیان است. یعنی قرآن وضاحت میته، احکام، هدایت، راه درسته و هدن، هدایت است برای راه مستقیم به تمام انسانیت، هدایت است و موعظه، وعظ و نصیحت است برای متقین خاصتا. یعنی متقین چرا گفت که وعظ برای کل دنیا است؟ متقین چرا گفت؟ متقین به خاطر که استفاده میکنه، کسی که تقوا داره منفعت میگیره، استفاده میکنه، به این خاطر الله متقین یاد کرد. حال الله تسلی میته به مؤمنین. در جنگ بدر مسلمانای شکست خوردن، جگر خون بودن. الله میگه ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ولا تهینوا، غمگین سست نشوین در جنگ، و ولا تحزنوا، غمگین هم نشوین از اینکه شکست و زخمی و شهید دادین. وانتم الاعلون، در حالی که شما عالی استین، غالب هستین به بالای کافرها. ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان دارین، اگه ایمان دارین سست نشین. مؤمن نباید سست شود. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر رسیده بر شما مؤمنین ای صحابه، الله تمام مؤمنین می، قرح زخم رسیدگی است، درد رسیدگی است برتان. فقد مس القوم قرح مثله، بدون شک رسیده بود قوم کافر هم قرح زخم و درد مثل ازی. یعنی در جنگ بدر شما اونا رو چقدر شکشتین. و تلک الایام نداولها بین الناس، اینمی روزای جنگ نداولها میگردانی میره، انتقال میتیم از یک حالت به دیگه حالت بین الناس، در بین انسان ها. یعنی بعض وقت شما پیروز میشین، بعض وقت اونا، ولی نتیجه است که کامیابی بر شما است، در جنگ میاد دیگه. خب چرا یا الله بسیاری ما شهید شد، زخمی شد؟ الله میگه ولی علم الله الذین آمنوا، به خاطر که الله اشکارا کنه مؤمنین را. مؤمنین از منافقین معلوم شد. کی صبر و ثبات داره که میگریزه، امتحان میاره که معلوم شد. و یتخذ منکم شهدا، دیگه به این خاطر که بگیره از شما شهید که به بزرگترین درجه است. الله میخواد شما شهید بگیره، حالا شما شهادت نمیخواین. شهادت چقدر درجه است؟ از این که درجه بالا به مؤمن نیست هیچ دیگه، ذکر درجه بالا در دنیا نیست شهید، شهادت. والله لا يحب الظالمین، الله دوست نداره ظالما را. ولی یمحص الله الذین آمنوا، به خاطر که پاک بکند الله مؤمنین را از منافقین. اینجا این کارا میاد که مؤمنین منافقین معلوم شد. و یمحق الکافرین، و محو هلاک بکند کافرا را. حال الله متعال در این آیت تسلی میته بر مؤمنین، تسلی که در شکستی که در جنگ احد برشان واقع شد. ولا تهینوا، سست نشین، ولا تزو، ضعیف نشین از جهاد، ضعف و سستی از جهاد پیدا نشد در وجودتان ای صحابه، ای مؤمنین. ولا تحزنوا، غمگین نشین آنچه که بر شما رسیده از قتل، بسیار شهید دادین، زخمی دادین یا شکست، غمگین نشین. و انتم الاعلون، در حالی که شما غالب هستین، متفوق هستین به بالای از اونا. چرا؟ اگر اینا بر شما در جنگ احد رسید، شما بر از اونا رسانیدین در جنگ بدر. در جنگ بدر 70 تا را کشتین و اسیر کردین، سخت شکست دادین، کلانایشان کشتین. حیرت در این جنگ برتان میرسه. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنین بر حق هستین سست نشوین. بعضی ها میگن این به معنی از است، از کنتم، زیرا شما مؤمن هستید. یعنی مؤمن ایمان از شما این تقاضا را میکنه که سستی در جهاد غم پیدا نشه. حالا یکم تا میگه اقا مسلمان ها در چی مردن، نه؟ در حلب اینجا، در سوریه، کلش به خیر مسلمان، هیچ به ضرر نیست، کلش درجه است، فهمیدی؟ کلش نعمت الله است. اگر ظاهرش تکلیف است، حقیقت بر مومن ضرر نیست.
یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلو، اگر رسیدگیست بر شما قرح، زخم رسیده. دیگه قرح اصل با زبر قرح هم زخم میگه، بعض میگه قرح درد میگه. اگر بر شما زخم رسیده یا قتل رسیده، دردمند شدین، با تکلیف شدین. مس چی را میگه؟ یعنی کم. فقط مس القوم قرح مثلو، بدون شک رسیده بود مشرکین را. قوم مشرکه مثل ماست، مثل این قوم زخمی که به شما رسید. 70 تاشون شما کشتین، اونا را هم کشته بودین. و دیگه او کلش رؤسا هم بودن، کتا کتا ابو جهل بود و عتبه بود و شیبه بود و امیه ابن خلف در جنگ بدر کلاناش کشته شده بود. بسته کابینی مکه کشته شد، همون کابینی ملوک الطوایفی که بود کلش کشته شد. ضربه خطرناک بود. و تلک الایام نداولها بین الناس، اینمی روز هاست، یعنی ایام دوال است. دوال چی؟ انتقال میگه. یوم لک و یوم، یک روز بنفت، یک روز بضررت هست. نداولها نصرفها، میگردانیم مایی را، یک روز خوشحال میشی، یک روز غمگین میشی. یک پس این بین الناس، در بین مؤمنین و کافرها الله ای را ما میگردانیم. این کلش دایی فایده و حکمت ها است. یا امتحان میشه که مؤمن سیست، دیگه میخواه الله قوی شوین، امتحانات میاد، جنگ پی تکلیف داره دیگه میخواه شهید از شما بگیره، پاک شوین. کلش درجه است بر مؤمن. ولیعلم الله الذین آمنوا، بخاطر الله فعل ذلك، الله این مصیبت آورد تا که امتحان بکند مؤمنین را. یعلم یعنی آشکارا کند، لیمیز جدا بکند الله مؤمنین از منافقین. میبینه الله کی صبر میکنه در حالات شدید جنگ و کی نمیکنه. منافق است مؤمن جدا میکنه. منافقا کس خیر باشه و تکلیف نباشد است، و تکلیف که بود باز گم میکنه. خدا الله میگه بان کمی منافقین از صف فرار کنن، مؤمنین خالص باقی بانن. زیرا منافق برداشت تکلیف نمیتونه. اگر همیشه پیروزی باشه خب کلگی در جنگ میره، تکلیف نباشه، نه دم جنگ شهادت نباشه، زخم نباشه، همیشه غنیمت باشه، بده و غنیمت بگی. کی نمیره در جهاد؟ کلگی میره. میگه بریم پیسه است، نه یعنی تکلیف است که اونجا معلوم میشه که کی مؤمن واقعی است کی نیست. شهادت است، زخمی شدن است، گرسنگی است، همین تکلیف است. و یتخذ منکم شهدا، و بخاطر از اینکه بگیرد الله شما شهید. لانی لیکرم بعضکم، میخواد الله منکم بعض شما را عزت بتا به نعمت شهادت. شهید فی سبیل الله، شهید فی سبیل الله. رسول الله هم گفت که لوددت، آرزو دارم، حدیث بخاری، ان اقتل فی سبیل الله، کشته شم در الله، ثم احیا، باز زنده شم، ثم اقتل ثم احیا، باز زنده شم، باز کشته شم، باز زنده شم، باز کشته شم. 3 بار این آرزو را کردم، 3 بار. والله لا يحب الظالمین، الله دوست نداره ظالما را. ظالما معتدین، منافق، تجاوزکارا را. بعض از اینا منافقین بودن که از رسول الله سلام بازگشت کردن، مثل عبدالله ابن ابی ابن سلول در نیم را که رفیقای خود بازگشت کرد. ولیمحص الله الذین آمنوا، دیگه به این خاطر الله میخواد پاک بکند از ذنوب و گناه مؤمنین را و جدایشان کند از منافقین. بعض وقت انسان گناه هم داره، ایتو نیست مومن گناه نداشته باشه. همین تکلیف که آمد گناه پاک میشه، گناه هم پاک میشه، درجه هم بالا میره. و یمحق الکافرین، و بخاطر هلاک کند الله کافرها را شیئا فشیئا، کم کم. الله آهسته آهسته کافر هلاک میکنه، شکست میده، آهسته آهسته. همونطور شد نه؟ شما دیدین جنگ بدر، حال تاریخ به شما احد تکلیف، باز بنو نذیر بنو قریظه، بنو نذیر الله گرفت. بعد از این باز جنگ احزاب است، بسیار شدید است، بسیار حالت سخت است، جنگ خندق. در اینجا مؤمنین بیخی و بلغت القلوب الحناجر، دلائن در گلون رسیده بود. و زلزلوا زلزالا شدیدا. بعد از این چی میشه؟ 10,000 قبایل آمده بودن در جنگ. بعد از این حدیبیه است و فتح خیبر است. در وصول حدیبیه هم که کافرها پیشنهاد کرده و شکست کافرها. بعد از اون چیز فتح مکه بدون جنگ است، نه سعی که آهسته آهسته میشه. بعد از اون حوازن و طائف و این ساها فتح میشه، حنین. بعد از اون جنگ تبوک است، اگر که جنگ صورت نمیگیره و رسول الله صلی دنیا میره، شبه جزیره عربستان
یمن و بحرین اینجا فتح میشه، صلح میکنن، تسلیم میشه. بعد از این خلافت ابوبکر است. یعنی الله میخواد که بسیاری فتوحات بعد از نبی بکنه، که نگوین که اگر نبی باشه اینطوره. نه، هر مؤمن الله نصرت میکنه. هر مؤمنی که با عقیده نبی کریم صلی الله علیه و عملش روانه، هر کس باشه. در دوران ابوبکر صدیق که ارتداد است و قبایل میخیزه و چه کفریات، انقلاب صورت میگیره. بسیار خطرناک حالات بود خلافت ابوبکر. 3 نفر دعوای پیامبری کرد، اکثر قبایل مرتد شدن. چیزی گفت ما زکات نمیدیم، حالت خراب شد. باز جهاد که ادامه پیدا کرد. ابوبکر گفت که ینقص الدین و انا حی، دین ناقص و زنده باشم. قسم است گفت والله من فرق بین الصلاة و الزکات لو قاتلنهم، کسی که در بین نماز زکات فرق کنه می جنگم. جنگ آغاز میشه، قتال شکست است و عراق فتح میشه. فارس سخت شکست میخوره. بعد از او عمر رضی الله عنه، هر دو امپراتوری شکست میخوره. سبحان الله. بعد از عثمان است که این سرزمین خراسان، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، اینجا را عثمان فتح کرد به زور، جنگید. و دیگه که دیدن تاجیکا که هست اینجا این مردم جنگی بود، یک شکست خورد و آگه ولی ما خواهیج نیستیم، کلش تسلیم شد، بیرقای اسلام بالا کرد، صلح کل اونجا فتح شد با صلح. بعد از او علی مشکلات است. بعد از او معاویه، او قوای بحری پیشروی به طرف افریقا است. در دوران عمر مگر که بخش افریقا فتح شده مصر. بعد از او باز خلافت عبدالملک ابن مروان است. پیش رفتن و در دوران عمر ابن عبدالعزیز 10 سال پیش از او 8 مسلمان ها در اسپانیا میرسن، این در فرانسه میرسن. آسیا، افریقا، بخش از اروپا فتح شده. دیگه در کره زمین کدام قدرت وجود نداره. الله اینطور پیش میره. آمینه تاریخ پیش شما. اگر شما اسلام کسی که نفهمم، کافر که آمد چه میگه خلاص شد، کل گپ خلاص شد. نه، خلاص چی شد؟ شروع شده، خلاص نشده، شروع شد. چه معنا؟ شکست کافر شروع شد. کافر که در سرزمین اسلام پای خودمان، پای پلیت خدا، شکستش آغاز شده. این قانون الله، به شرطی که مؤمنین کم همت کنن، کم شور بخورن. اگر خدا شور نتی هیچ. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، هیچ حالت بد خوب یک مؤمن تغییر نمیده تا خودشان تغییرات نبرن. اینجا هم در او اخو مسلمان ها تکلیف بود و دیگه جنگ بود، نه جنگ احد، شهیدا. و الله میگه و یتخذ منکم شهدا، شهید میگیره شما کافرها را تباه میکند